سلام عزیزای دل، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشین. در هر گوشه دنیا که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. لبتان پر از خنده و خوشحال زندگی کنین. دوستای عزیز، یک چیزی برای اویده کسایی یک گفتنی دارم. امیدوار هستم که از این گفتنی ما پند و عبرت بگیرم. من این چیزی رو با شما نشان میدم. ببینین، این نهال است. این نهال 5 سالشه. 5 سال سر این زحمت کشیده، با امید از این که یک روزی حاصل از این را بردارن، نیوی ازش بخورن. امید دارن. درست است؟ وقتی یک پدر، یک مادر که طفلش 9 ماه تو شکمش میبرداره، زحمت میکشه، به چی تکلیف و حساب او بعد به دنیا میاد. 2 سال شیر میخوره از مادرش تا به سند جوانی مثلا 20 برسه، با امید از این که یک روز دست پدرش بگیره. و پدر امید از این را داره که یک روز دست مرا بگیره و راحت شوم مثلا. و اوی ده پسرایی که مثلا میرن و بعد از به سند جوانی رسیدن پدر فراموش میکنن، رها میکنن، دست یک مثلا دختری را میگیره که حداقل مثلا زیادش بگم 1 سال یا 2 سال با هم آشنا شدن، یا زیادترش هم نه. به خاطر از او که او پدر و مادری را رها میکنن که 20 سال زحمتش کشیدن. 20 سال. با او دخترای هم گفتنی را دارم که پسری که زحمت 20 ساله پدرش مادرش ندیده گرفت، نادیده گرفت، رها کرد تو را به حال خودشان، مطمئن باشین که شما را امروزی رها میکنه به خاطر کسی دیگه. و او ایده پسرای اصلا قابل اعتماد هم نیست. و همچنان دختر خانوما هم که مثلا به خاطر چیزی دنیایی پدر و مادرش فراموش میکنن و میرن. و او ایده مردم و مخلوق اصلا قابل اعتماد نیستن و باورم سرشان نیست، چون که 20 ساله زحمت پدر و مادر رو نادیده گرفته ترکشان میکنن، میرن، به حال خودشان میذارن. با چی سختی و زحمت اونها را بزرگ کردن رها میکنن. واقعا قابل اعتماد نیست. و با دختر خانمایی که با کسی مثلا میخوان ازدواج کنن، اگر میخوای پسر بشناسی، اولین چیزی است که ببین با پدر و مادرش چطور صحبت میکنه. اگر دیدی با پدر و مادرش بسیار با مهربانی، با محبت، با عشق صحبت میکنه، بدون اون همسفر زندگیت است، قدرش بدون. اگر با پدر و مادرش درست صحبت نکرد، بدون روزی از تو هم خسته میشه و با تو هم همون جور صحبت میکنن. پس باز انتخاب درست داشته باشین. زنده و سلامت باشین. خدا نگهدارتان.